سلام بچه‌ها، من بچه پیجی آرمی، من پارسا هستم. اولین ویدیو است که ویدیو معارفه میشه گفت و آقای جواد هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه. راستی عیدتون مبارک. همتون مبارک. عیدتون مبارک. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. اومدیم با اولین ویدیومون، همونجوری که گفت ویدیو معارفه. اومدیم تو این ویدیو خودمون رو معرفی کنیم، کارایی که می‌خوایم بکنیم رو بگیم که اصلا چی شد که خواستیم این چنل را بندازیم. آره، بعدیش اصلا چی شد، اصلا برای چی شد این چنل راه افتاد، اسمش به چه دلیلیه، چه کارایی رو می‌خوایم بکنیم، اصلا واسه چی این چنل رو راه انداختیم و قرار از برنامه‌هامون خلاصه بگم. قرار از برنامه‌هامون براتون زیاد نه، ولی خب تا حدودی که لو نره. آره کامل نمیگیم، چون بالاخره دیگه آدم که فیلمو ویدیوشو ببین داداش. آره خب من بگم فرق نداره، بگو. خب اول اینکه برای چی اصلا وارد یوتیوب شدیم. ما هم دیگه راستی‌اش رو بخواد ما 3 سال همکلاسیم، یعنی تو دوره راهنمایی. بعد شناخت خوبی هم نداشتیم. امسال استاد کار فناوری ما یه کاری انجام داد، ارزشیابی مالت. مثلا بعضی از بچه‌ها تو برنامه‌نویسی بودن، ما تو برق بودیم، کلا 2 نفریم. اون آقایی که بهش گفتیم اون نمیاد، اصلا خوشش نمیاد اینجور کار. بعد ما معلم گفت یه پروژه ارائه بدید. بعد 2 نفری بود پروژه، ما 2 همدیگه رو انتخاب کردیم. بعد نمیدونستیم که 2 تامون درستایی مثلا به برق علاقه داریم نداریم. این کارو ما بلد بودیم ولی خب نمیدونستیم میتونیم کارو در ادامه گسترشش بدیم، میتونیم این کارو بکنیم، نمیتونیم. بعد از اون پروژه‌ای که انجام شد راستی‌اش بخوام نمره بالایی گرفت، یعنی بیش از سطح کلاس و نمرهشو ما داریم. اینجوری شد که معلم میرفت تو نوبت دوم ما نمره میزد، ایشون شاهده. بعد گفتیم بیا چه کار کنیم، گفتیم بریم یوتیوب حداقل این کاری که بلدیم رو یاد بدیم، بلکه یه کسب درآمدی هم بشه. حالا با حمایت شماها این عمل انجام میشه، هم شما یه چیزایی یاد میگیرید، هم ما از شما یاد میگیریم. بعد شاید شما از ما بیشتر سابقه این کارو داشته باشید. بعد ما دو تا نیمه استاییم، با هم میشیم یه استا. حالا بقیه‌اش تو. خب همونجوری که توضیح داد ما با هم کلاس بودیم. سنمون هم بخوایم دربارش بگیم که من 16 و نیم حدودنم. من هفته پیش تولدم بود. تولد 4 تا کرده، قبول نیست. آره آقا دوستش دارم، خب چیکار کنم، شریکم. از پشت صحنه دارم میگن نکنید از این کار زشته. از کاری که شما دارید میکنید زشته آقای شجاعی. خب داشتیم میگفت. آره اینجوری شد برنامه‌مون این بود که این چنل رو انداختیم. بله. بعد دیگه بهتون بگم که این چنل رو که راه انداختیم گشتیم دنبال اسم، گفتیم خدایا چه اسمی انتخاب کنیم براش. اول اسمی که انتخاب کردیم لیپ الکتروتکنیکس گروپ بود که به معنی همون گروه الکترونیک جهشی میشه. بله. بعد دیدیم هم خیلی زیاده، هم اگر بخواید شما مثلا دنبال ما بگردید، بخواید به کسی معرفی کنید خیلی طولانیه و کارتون سخته. بعد اومدیم گفتیم چه خب میذاریم مثلا پیجی آرمی. حالا پیجی میگید پیجی چرا؟ قبولش ایکسل آرمی. بعد گفتیم چرا اول اسم خودمون نشه. بعد پی شد پارسا، جی جواد. آرمی هم که به معنی خانواده است، خانواده پارسا و جواد. وارد موضوعات نمیشیم. منظورمون از این اسم چی بود؟ این بودش که حالا در آینده تغییر میکنه یه الکترونیکس. بله اینم می‌خواستم بگم که در آینده نزدیک تغییر میکنه اسم کانال. پیجی آرمی میشه پیجی آرمی الکترونیکس، یه الکترونیکس میاد آخرش که بیشتر مرتبط باشه با وایس بعد از سیگار نکش. اون کاری که داریم انجام میدیم. بعد رشته برق شاخه‌های زیادی داره، واقعا شاخه‌های زیادی داره. حالا واردش نمیشیم، اگه خواستید این خودش یه ویدیو سواست، اگه خواستید توضیح بدیم توی کامنت ها بگید. بعد راستی لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، این زیر میاد حتما بزنید، ما رو حمایت کنید. واقعا با حمایت شما میتونیم به سطح بالاتری برسیم، ویدیوهای بیشتری بگیریم، انرژیمون تقویت میشه. اگر کار نکنید نه انرژی داریم، نه به جایی میرسیم و نه گسترش میتونیم که ویدیوهای خوبی براتون بذاریم. خب آقا داشتم میگفتم برای نامگذاریش پیجی آرمی به معنای پی که گفت اول اسمش،
پارسا و جی هم جواد. اول اسم من پی جی آرمی که به معنای خانواده. این اسمو گذاشتیم چون میخوایم بگیم که ما هممون با هم، هر چند نفری که بیان ما رو ساب کنن همه با هم خانواده ایم. هر کی بیاد ما رو سابسکرایب کنه میاد جزو خانواده پی جی آرمی. حالا بعضی هم میگن منو بدین گوشه ساکتم. آقا قرار بود یه دیشب یه کاری انجام بده، قرار بود با تلفن با هم حرف بزنیم که ببینیم صبح بعد چه کار کنیم. خب الان ساکت ها انقدر ماشاءالله. خب حالا جدا از شوخی، حالا بعدا به حسابش باید برسیم. آره حالا جدا از شوخی، دور از حالا هرچی، این چنل راه انداختیم که بیایم به شما آموزش بدیم. آفی بعد سیگار نکش. قرار بود که این چنل بیایم توش آموزش بدیم به شما، چیزای جدیدی یادتون بدیم، یه سری از چیزها رو از شما یاد بگیریم که حالا تجربتون از ما بیشتره. حتما اگر توی خانواده‌تون، توی دوست، فامیل، آشنا، هر کی که میشناسید دنبال این کاراست، این کانال رو دوست داره، بچه مدرسه‌ای داره، حتما ما رو بهشون معرفی کنید چون مطمئنم به کارش آقا نخوای نکنی، یعنی تو باشه برو خونت کن. بعد یه چیزی، کار رشته برق رشته زیادی داره. برق صنعتی هست، برق قدرت هست، برق شهری هست، برق ضعیف هست. فهم اینا از کجا آوردی؟ بعدم به حساب این دوتا میرسن. ما کاری که میکنیم برق ضعیفه. کار ما کلا آزمون خطاه. برق ضعیف یا الکترونیک؟ آقا الکترونیک یه چیز بدی که داره، کلا آزمون خطاست. توی این حالا قطعات الکترونیکی که حالا بعداً باشون آشنا میشید، یه ویدیو هم سعی میکنیم جدا درست کنیم درباره این قطعات. خیلی الان اگه کسی دنبالش میشه خیلی هاشون میشناسن، ولی خب حالا یه سری ها هستش گنگ نامفهومه براشون. توضیح میدین کاملا. این قطعات اتصالشون به هم یه کمی سخته، مخصوصا توی آی سی ها. چرا؟ چون تعداد پایه‌های زیادی دارن. اگر یه پایه رو جابجا بزنی کلا کار جابجا میشه، اصلا عمل نمیکنه. اولا اگر عمل بکنه برعکس عمل میکنه، ممکن آتش سوزی آی سی هم هست. چون آی سی ها توش نمیدونم یه ماده اگر زیاد به تحت فشار باشه اون ماده مثل باتری لیتیوم میترکه، واقعا میترکه. آره. بعدش حالا جدا از اینا برای همین آزمون خطا زیاد داریم. حالا در آینده تو برق شهری هم میریم چون یه کارایی هست، یه کارایی برنامه‌مون هست، حالا لو نمیدیم کامل چون نباس اصلا لو، ولی خب آره توی برق 220 هم ان شاء الله ورود میکنیم. برق کارخونه هم حالا در آینده با حمایت شما دیگه، حالا برق صنعتی رو یکم سنگینه دیگه. آره اون ممکنه مرگمون زیاده، برای همین شما حداقل حمایت کنید. آره بلکه یه چیزی برسه بهمون. خب شما بینندگان دوست جونتون رو فداش می‌کنید. آقا یه لحظه. خب رفت. خب آقا داشتم بهتون میگفتم اینو که قرار انجام بدین توی قطعات الکترونیک خطا زیاده همونجوری که گفتش. چرا؟ چون ممکنه تو یه چیزی رو که انجام میدی جابجا انجام بدید. یعنی ما سعی می‌کنیم با کمترین خطا کار انجام بدیم. توی ویدیوها اگر کلیپی چیزی مد نظرتون بود که ما بریم اون تست اون کلیپو بگیریم یا چیزی خاصی آدم نمیشه یا وسیله خاصی که براتون بسازیم، حتما توی کامنت ها بگید بهمون که اونو براتون 100% انجام میدیم. البته یه سری از این وسایلی که شما یه سری میان حالا کامنت میکنید چیز میکنید سخته درست کردنش، نیاز به وسایل خاصی داره. اون وسایل خاص رو درجات بالاتره بخریم، نمیدونم تهیه کنیم، اینا شاید یکم طول بکشه، ولی خب مطمئن باشید که حتما انجام میدیم درخواست شما رو. نمیدونم اینو گفت یا نه. اگه سوالی دارید بپرسید یا شاید ما ازتون پرسیدیم شما جواب بدید. اینجور رد و بدل است، رابطه دو طرفه است. درسته. الان یه سری از چیزا هست، شاید خیلی چیزا باشه که ما بلد نباشیم، شاید خیلی چیزا باشه که البته نمیخوام توهین کنم، شمایی که حالا از ما بالاترید بلد نباشیم ما به شما یاد بدیم. آره دیگه این رابطه هستش، دو طرفه است. شاید یه وقتایی ما از شما سوال کنیم، یه وقتایی شما از ما سوال بپرسید جوابتون رو بدیم. شاید خیلی جواب باشه شما سوال کنیم ما ندونیم، بریم از کسی دیگه سوال کنیم جواب شما رو بدیم. اینا همه چی هستش توش. حالا بعد یه چیز دیگه این هست، وسایل کار ما چیزای خطرناکه معمولا، چون با حرارت و این کار داره، بیشتر با حرارت. یه سری خطرناکه، ممکنه بسوزه دستتون، ممکنه آسیب ببینید. این چیزا هست. مثلا
من گفتم آزمون خطا داره کار ما. بعد آزمون خطاش مشکل اینه بعضیا مثلا بعضی از فیلم‌های آموزش دیده باشید اون قطعه کار برای اون شخص کار میکنه ولی شما که میسازید اون قطعه کار نمیکنه. بعد فیلم رو با دقت ببینید چیکار میکنه چیکار نمیکنه، چون ممکنه مثلا ما خودمون چند بار شده مثلا خواستیم یه قطعه درست کنیم اون قطعه هر کاری میکردیم کار نمیکرد. درست. بعد به جای اینکه کاهنده بشه افزنده میشد. آقا لو دادی دیگه الان دیگه کامل گفتش که قرار بود چی درست کنی. حالا ایشون که نمیفهمه کاهندش هم مال ماشین باشه، حالا اونم برای شاید مال بنزین باشه. ویدیوشو میذاریم درست میشه. ویدیوشو براتون حتما میذاریم اونم که گفتو. بعد ولی خب درسته دیگه شاید یه وقتایی لو دادیم ولی خب آره چون مثلا شما میگید مثلا یارو بپاد ویدیو الکی فتوشاپی میسازه ولی خب نه بعضی اینجوری هستن شاید مثلا توهم زدن بعد میبینید روش کار میکنی رو همون سیستم یارو کار انجام میشه. فهمیدید؟ خیلی جاها کلیپایی که داریم میسازیم چون خیلی وسایل دست رد بالایی نداریم ما هنوز، برای همین شاید خیلی از کلیپا کیفیتش پایین باشه، تصویر واضح نباشه، نمیدونم حالا اون قطعاتی که انجام میدادیم چون قطعات الکترونیک معمولا خیلی کوچیک هستن، قطعاتی که استفاده میکنیم حالا توی کلیپ خیلی مشخص نباشه، سعی میکنیم به نحو احسن براتون کار انجام بدیم. ولی خب حالا اگر یه وقتی توی کلیپات کیفیت بد بود هر مشکلی داشت توی کامنت برامون بگید که توی ویدیوهای بعدی جبرانش بکنیم، تصحیحش کنیم و سعی میکنیم تو هفته حالا حداقل دیگه در پایین ترین حالت ممکن دو تا ویدیو براتون با بذاریم. حمایت شما ها، البته نیاز به حمایت زیادی داریم، حمایت زیاد. اینی هم که گفتش که حالا وسایلی که باش کار کنیم خطرناکه، حرف درستیه. این کاری که میکنیم کاری هم که میکنیم خطرناکه. کارایی اگر حالا آقا شما بدید من چه کارایی میکنیم کلا میزنید ما رو بلاک میکنید. اگر زیر 15 سال هستید سعی کنید مواظب باشید با ایمنی خیلی کارا مواظب باشید، خیلی مواظب باشید. دستکش و کلاه ایمنی اگه میتونید با حالا کمک خانواده، پدر، خواهر که نه خواهر کارو نیستن، پدر، برادر، مادر در حضور اونا این کار رو انجام بدید، چون یه وقتی پسر دایی‌ام اوکی چون پایان یه وقتی هستش آقا میای شما یه کاری انجام میدی آسیب میبینی بهش میاد به ضرر ما تموم میشه و میان ما رو فوش میدن. آره حفظ کنم. خلاصه که آره این کار رو سعی کنید در حضور خانواده تو انجام بدید. اگر زیر 15 زیر 12 اینا هستید، من خودم از 8 سالگی علاقه به این کارا داشتم. خب من خیلی جاها سوختم، مثلا الان آثارش هستش ولی خب خیلی دیگه کم رنگ شده اینجا یه بار سوختم. من بگم کجام سوختن؟ نه نگو کجام سوخته. آره ای بابا. بعد آقا حمایت کنید، واقعا حمایت کنید. بعد ما این اصل جمعی بعد کسب درآمد یوتیوب کار سختیه، چون بعد یه ساعتایی کار انجام بدید، یه عملایی داره. ما فعلا با حمایت شما باید این کار رو انجام بدیم. حالا اون به کنار باشه، اونو کلا کسب درآمد اینو بذاریم کنار. ما برای این کارا چون حالا گفتیم دیگه کار سختیه، کار خطرناکیه، اینا رو باید خیلی روش کار کرد. خیلی از قطعات الکترونیک خیلی قطعات سختیه کار کردن باشون، ریزه، کوچیکه، پدر آدم در میاد. ولی خب دیگه حالا با کمترین امکانات شما میتونید این کار رو انجام بدید. شاید حالا ما توی کلیپ هم از یه وسایلی استفاده کنیم که در دسترس شما نباشه، شما نداشته باشید اون رو. ویدیوی جداش نه ویدیوی جدا میکنیم. آقا اگه خواستید درباره معرفی وسایل، معرفی قطعات اینا حتما کامنت کنید توی ویدیوهای آینده. حالا شاید دوم نشه، سوم نشه، ولی خب حتما به زودی زود براتون انجام میدیم. این ویدیوها رو براتون میگیریم، آپلود میکنیم. و یه بحثی هم که هستش بحث ادیته. توی ادیت ویدیوها آقا ادیتور ندارید؟ ادیتور دارید تو کامنت ها بگید شماره‌شو. آقا بحث ادیت ویدیو یکم کار سختیه، شاید یکم طولانی باشه. این که گفتیم حالا در هفته 2 تا ویدیو براتون آپلود میکنیم، سر ادیته شاید یکمی طولانی بشه، مثلا شاید در هفته 2 تا نتونیم، ولی خب سعیمون رو میکنیم که بیشتر از این حرفا براتون کلیپ بذاریم. آره. ولی خب میگم ادیت یکم کار سختیه، ادیت که هم پروسه زمان بریه، هم سخته دیگه. بالاخره از هر جهت مشکل داریم ما. ولی به هر حال داشته باشید.
فیلم بردار که نیاوردیم اینا. آقا اینا فیلم بردار نیستن، داعشیان. تو هواداری چی؟ آقا وای چی؟ آقا وای سلام برم بیاد. خب آقا این دوباره رفت بیاد. خب آقا دوباره رفت. اوخی نزن تو را خدا نزنی. خب آقا چرا زیر پای من خب بشین بجا تو زیر پایی آقا من نزن هزار دست ببین 1000 دفعهش گفتن دست من بلند نکن بهت میزنم. آقا خب آقا آتیش بازی نکن. شوخی‌ها رو کلا بذاریم کنار. به هر حال بحث اصلیمون تو این کلیپ معرفی خودمون بود و در نهایت این بودش که بگیم حمایت کنید، سابسکرایب یادتون نره، لایک، فالو ما رو به دوستانتون، به اقوام، به فامیل، به هر کی که خواستم دوباره تاکید کنم، هر کی که میشناسید که به این کار میری خونه بودود میگیری بابات میگه رفتی به شفیقات سیگار میکشی، حتما بگید اینا رو. گفتم توی کامنت ها حتما اگه چیزی خواستید بسازید اگه خواستید چیزی درست کنیم ویدیوی کلیپی مد نظرتون بود حتما برام ارسال کنید. احتمالا توی حالا پیام رسانه‌های ایرانی مثل ایتا و رویکا اینا احتمالا فعالیتمون رو شروع کنیم با حمایت شما. اگه شما خواستید هر چی شما بگید توی کامنت ها بگید آقا فعالیتمون بیشتر توی چه حوزه‌ای باشه، بیشتر تو همین یوتیوب باشه، اینستا، تلگرام، نمیدونم بگید توی کدوم از این رسانه‌های مجازی استفاده کنیم. واتساپ از پشت سر میگم واتساپ بگو واتساپ چی داره آخه ما بخوایم فعالیت کنیم. واتساپ آخه جدیدا فقط کانال اضافه کرده نمیتونیم پول در بیاریم. واتساپ ببین بحث اصلی ما خب اینه که به شما یه چی یاد بدیم. نه اتفاقا برعکس. نه ببین ما صرفا می‌خوایم یه چیزی به شما یاد بدیم، آموزش بدیم، هم یاد بگیریم، علم خودمون رو به اشتراک بذاریم که بتونیم ببخشید ما بحث اصلیمون اینه که علم خودمون رو به گسترش بذاریم، به انتشار بذاریم که بتونیم از طریق اون از شما هم یه چیزی دریافت کنیم، یه علمی هم که حالا علمی هم که شما دارید و ما هم بتونیم یاد بگیریم. می‌خوای زیر شاخه‌های برق بگیم یا نه؟ زیر شاخه‌های برق و گفتم حالا معرفی قطعات و معرفی حالا برق و اینا رو سعی می‌کنیم که همه یه ویدیو می‌کنیم ما. شما تو کامنت‌ها بگید اگر علاقه دارید به این که حالا به 50-60 کامنت و لایک رسید می‌ذاریم ویدیوش. آره اینو حتما انجام بدید، حمایت کنید. اینو ویورم آقا به 100 تا که برسه این کلیپی هم که گفتم میذاریم ویو 100 لایک 50. آره خیلی دارم هواتون رو دارم ها. این کلیپی که گفتم میذاریم بعدش دیگه بهتون بگم که دیگه همین دیگه آقا اصل کلام این بود حمایت کنید هوامون رو داشته این باشید. درست یه ویدیویی بود که آشنا بشید با ما، نگید مثلا این از کجا اومد یه اومد. آقا از پشت تنه اعلام میکنم من هستم تنهاخوری نکنید. حمید رضا شجاعی رفیق عزیزمون توی مدرسه این هم رفیق چند سالمونه توی این 3 سالی همیشه هوامون رو داشته و هر جا گفتیم بیاد نیاورده. الان پشت اونجا داره خوشحالی میکنه، ترجیح داده که حالا فعلا تو ویدیوها نیاد، بعدا میاریمش به زورم شده میاریمش. علتشو نمیدونم چیه ولی خب حالا خودش میدونه مونده باشه یه دونه سانسور شده بیا آقا این شخصه یکم بشین، یکم کلت پیدا نیست، سرت پیدا نیست، بیا اینور بشین پشتکی بشین یه کاری کن. آقا من یه عکس میگیرم میذارم روی یه لحظه ویدیو. وایسید تا من بیام. یه عکس از این دارم. بعد چی بگم دیگه واقعا آقا لایک کنید، ساب کنید، واقعا حمایت کنید. اینم که رفت معلوم نیست کی بیاد. نه چرا اومد غیبت چی کردم. آره دیگه به این گفتیم که بحث اصلی ما پول نیست، بحث اصلی ما که علممون رو به اشتراک بذاریم. آره. ولی خب گفتم برای اینکه بتونیم حالا خواستهای شما رو برآورده کنیم، اون کلیپایی که شما می‌خواید رو بسازیم نیاز داریم که حالا یه منبعی داشته باشیم برای درآمد. آقا اینجا قومه همین صبح همینه، یه منبعی برای درآمد داشته باشیم که بتونیم حالا خواستهای شما رو برآورده کنیم. خلاصه که امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو. این ویدیو رو تا میتونید انتشار بدید و همیشه آقا به دوست و رفیقاتون هم بگید که ما یه همچین کسایی هستن برن ساب کنن.
آقا ما رو دور نندازید. ما رو دور انداز. ما انقدر در نخور نیستید. حالا اونا رو بعد تو ادیت میذاشتیم داداش. آره اینا بعد تو ادیت بذاریم. یه چیزی رو یادم رفت بهتون بگم، اینی که آقا اگر یه وقتی میبینید که حالا افراد بالاتر از ما، پرتجربه تر از ما دارن فعالیت میکنند، حتما ما رو حمایت کنید. در کنار اون کلیپ هایی که دارید از اون افراد میبینید، ویدیوهای ما رو هم ببینید و ما رو هم حمایت کنید، چون ما جوونیم، تازه کاریم، آقا فقط ممکنه خطا زیاد داشته باشیم. من یه مشکلی هم که من دارم، یه مشکلی هم که من دارم توی کلیپ‌ها توپق زیاد میزنم. خب و اینا دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. الان مثلا همین الان گفتم دیگه توپق زیاد میزنم، گفتم پوتو. بعد یه چیز دیگه، آقا جدیدن رئیس یوتیوب عوض شده. اونجوری که من شنیدم رئیس واسه هر حساب یه کامنت انگلیسی بذارید که حسابا نپره، لایکا نپره. باش این ویدیو اوله، اگر دیگه کاری نیست خدافظی کنیم بریم واسه ویدیو. امیدوارم حالتون عالی باشه دیگه و تعطیلات خوبی رو بگذرونید. یا حق آقا یا گفت دیگه آقا نزن تو رو نزن. تو رو نزن.